Herkese selam. Bugün sizlere Anker FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Anker FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Anker FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Anker FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Anker FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. به نام خدا با عرض سلام با مجمع خبرهای این ساعت از رادیو جهانی ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه 25 ماه جوزای سال 1400 هجری خورشیدی. با دنبال تشدید حملات طالبان و سقوط پیهم ولسوالی ها، نشست سرقماندانی اعلای قوای مسلح کشور برای سومین روز پیهم بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور برگزار شد. طبق اعلام ارگ، رئیس جمهور غنی در این نشست برای هماهنگی بیشتر بین ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور تاکید کرده است. این نشست پیش از چاشت روز سه‌شنبه 25 جوزا در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است. آقای غنی بر نهادهای امنیتی دستور داده است که به خاطر خنثی‌سازی دساسیس و تامین امنیت مردم تلاش‌های خود را سرعت ببخشند و اقدامات عاجل کنند. طبق اعلام ارگ، در این نشست سرقماندانی اعلای قوای مسلح روی آخرین پیشرفت‌ها درباره وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث کرده است. ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرد. منابع امنیتی در ولایت سرپل میگویند که ولسوالی گوسفندی این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است. یک منبع امنیتی که نخواست نامی از وی در خبر ذکر شود به روزنامه 8 صبح گفت که این ولسوالی دوشنبه شب 24 جوزا به دست طالبان افتاده است. او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. حسین مجاهدزاده عضو شورای ولایتی سرپل نیز به روزنامه 8 سقوط این ولسوالی را تایید کرد. سفارت امریکا در کابل حمله بر کارمندان برنامه تطبیق واکسن پولیو در ولایت ننگرهار را محکوم کرده و خواستار به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد شده است. راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل، در رشته توییت‌های خواهان تحقیقات فوری درباره حمله بر کارکنان تطبیق واکسن پولیو شده است. در پی حملات پیهم در شهر جلال آباد، ولسوالی های سرخرود و خوگیانی ولایت ننگرهار 5 واکسیناتور کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام های ننگرهار گفتند که بامداد روز سه‌شنبه 25 جوزا 5 حمله بر واکسیناتور در این مناطق از سوی تفنگداران ناشناس اجرا شده است. اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرده است که سپترپاسوال عبدالصبور قانی بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری با حفظ رتبه نظامی به حیث والی جدید ولایت هرات تعیین شده است. آقای قانی قبلا به عنوان معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله کار میکرد. او به جای سید عبدالوحید قطالی به عنوان والی هرات گماشته شده است. منابع امنیتی در شمال شرق کشور میگویند که نیروهای ارتش در روستا را از وجود جنگجویان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی پاکسازی کردند. عبدالهادی نظری، سخنگوی قلوردوی 207 پامیر، به رسانه‌ها گفت که نیروهای ارتش دوشنبه شب 24 جوزا ساحات سرک 12ام، 5م، 9م، 8م و قریجات سلامخیل، ناصریات، دورانی، تانگ سوخته و قشلاق اتفاق را از وجود طالبان پاکسازی کردند. با گفته او در جریان این عملیات 6 طالب کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و مقدار زیاد سلاح و مهمات این گروه به دست نیروهای ارتش افتاده است. اما طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. افغانستان فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در بخش توریسم مهیا می نماید.
این مطلب را عبدالبشیر حکیمی معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات فرهنگ دیروز با خانم چارو داس رئیس بنیاد CD از طریق ویدیو کنفرانس بیان داشت. در جلسه ای که به منظور تحکیم روابط دو جانبه میان معینیت توریسم و نهاد متذکره از طریق فضای مجازی تدویر یافته بود، بر تلاش بیشتر برای جستجوی بازار مناسب سیاحتی جهت فروش برآورده‌های صنایع دستی و معرفی فرهنگ اصیل کشور از طریق تدویر برنامه‌های آگاهی دهی برای مردم هر دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای حکیمی نقش روابط تاریخی دو کشور دوست و برادر افغانستان و هندوستان را به منظور تحکیم روابط تجاری خیلی ها مهم دانست و بر نزدیکی بیشتر مردم هر دو کشور از طریق تطبیق برنامه‌های سیر و سفر تاکید نمود. وی همچنان یادآور شد که نهادهای خصوصی در هندوستان می توانند در فراهم آوری زمینه‌های خوب آموزشی از طریق تطبیق برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت برای کارکنان، معسلین و کارکنان سکتورهای خصوصی در بخش مدیریت هتلداری و مهمان نوازی نقش اساسی را ایفا نمایند. به همین ترتیب خانم داس از همکاری‌های نهاد خویش اطمینان داده و راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و هفته‌های سیاحتی در هر دو کشور را جهت جلب توجه سرمایه‌گذاران خیلی ها مهم دانست. خانم داس در آینده نزدیک از تدویر 3 برنامه مشترک با جانب افغانستان، 2 برنامه آن که در هندوستان و 1 برنامه آن در کابل راه اندازی خواهد شد خبر داد که از جانب معینیت توریسم در زمینه وعده هر نوع همکاری داده شد. ناتو قصد دارد برای آموزش نیروهای ویژه امنیتی افغانستان در قطر پایگاه ایجاد کند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو برای ایجاد یک پایگاه به هدف آموزش نیروهای ویژه امنیتی افغانستان با قطر در حال مذاکره است. خبرگزاری رویترز به نقلی از منابع در سازمان ناتو روز دوشنبه 24 جوزا گزارش داده است که این سازمان به دنبال تلاش‌های خود برای جستجوی یک پایگاه امن برای آموزش نیروهای ویژه امنیتی افغانستان اکنون قصد دارد تا در قطر این پایگاه را ایجاد کند. مقام‌های سازمان ناتو گفتند که در حال مذاکره با مقام‌های دولتی قطر هستند. 3 مقام ارشد غربی به رویترز گفتند که بر بنیاد همکاری‌های استراتژیک ناتو با افغانستان این سازمان در نظر دارد تا یک پایگاه امن برای آموزش نیروهای خاص امنیتی افغانستان در قطر ایجاد کند. حمله طالبان بر ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان شکست خورد. حملات طالبان بر شهر وحدت مرکز ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به شکست انجامیده و 7 تن از جنگجویان این گروه کشته و زخمی شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان روز سه‌شنبه 25 جوزا به رسانه‌ها گفت که تهاجم طالبان بر ولسوالی ارگوی عقب زده شده و در نتیجه 4 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. آقای روحانی افزود که نیروهای امنیتی با شکست دادن طالبان روستاهای دهقانخانه، آقبوریا، شامری و قیله دره را دوباره به تصرف خود درآوردند. و خبر اخیر این است که وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 78 بیمار کرونایی جان باختند. طبق اعلام این وزارت 1647 بیمار جدید کرونایی نیز شناسایی شده است. با ثبت این ارقام شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 94919 تن و شمار جان باختگان به 3761 تن رسیده است. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو جهانی ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد خدایا رو نگهدارتان.